6 تا پیغمبر رو امام حسین نام برد. فرمود فرزند من حضرت حجت ارواح نافدا 6 تا سنت از این 6 تا پیغمبر داره. یک از نوح، اون سنتی که از حضرت نوح داره طولانی بودن عمرشه. یه شباهتی هم به ابراهیم داره. اون چیه؟ حضرت ابراهیم مخفیانه به دنیا اومد، تا چند سالم کسی نمیدونست به دنیا اومد. شباهت فرزند من به ابراهیم مخفی بودن ولادتش. شباهتی که به حضرت موسی علیه السلام داره، حضرت موسی از ترس فرعون و اینکه به کشته نشه و حفظ بشه شبانه از شهر رفت. و مدت‌ها پیش حضرت شعیب بود، غایب بود. شباهت امام زمان هم به حضرت موسی همینه که ایشون تنها امامیه که وقتی ظهور میکنه هیچ حکومتی نباید بالا سرش باشه. چهارم شباهت ایشون به حضرت عیسی، اختلاف مردم درباره حضرت عیسی. حضرت عیسی بعضیا گفتن کشته شده، اختلاف کردن دربارش. درباره امام زمان الان اختلاف زیاده. بعضی میگن متولد شده، بعضی میگن نشده، بعضی میگن اصلش دروغه. این شبکه‌های ماهواره‌ای مجازی انکار میکنن. پنجم از ایوب، حضرت ایوب 7 سال بیماری و گرفتاری مبتلا شد اما بعد براش فرج حاصل شد. شباهت ایشون هم به حضرت ایوب اینه، اول سختی میبینه اما بعد فرج حاصل میشه. و اما من محمد فصلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا قیام کرد، جنگ بدر و احد و مشرکین رو بالاخره نابود کرد. این امام هم قیام میکنه. خود پیغمبر خدا هم اشداء علی الکفار رحماء بینهم، هم قهر داشت، هم مهر، هم غضب داشت، هم رحمت. امام زمان هم این سنت رو از پیغمبر خدا داره.